کتاب نیروی حال. سفر به ژرفای لحظه حال. هرگز خود را در ذهن نمیابی. احساس میکنم پیش از رسیدن به آگاهی کامل و یا روشنی معنوی باید خیلی چیزها درباره شیوه های عملکرد ذهنم بدانم. نه، نیاز به دانستن این همه چیز نیست. مشکل ذهن را نمیتوان با ذهن حل کرد. وقتی نقش مختل ذهن را بفهمی، دیگر چیزی باقی نمیماند که بخواهی آن را بدانی یا بفهمی. مطالعه پیچیدگی های ذهن شاید از تو یک روانشناس بسازد، اما این کار تو را به آن سوی ذهن نمیبرد. همانطور که مطالعه دیوانگی لزوماً تو را عاقل نمی کند. تا به اینجا تو سازوکار اصلی مرتبه ناآگاهی را دانسته ای. یکی انگاری خود با ذهن. چیزی که خودی دروغین می آفریند. نفس. نفس جایگزین خیشتن حقیقی تو می شود. خیشتنی که ریشه در هستی دارد. آنگاه درختی می شوی که ارتباطش را با ریشه هایش از دست داده باشد. خواهش های نفس پایان ناپذیر است. نفس بسیار شکننده است و مدام خود را در خطر می بیند. بنابراین همیشه می ترسد و همیشه محتاج است. اگر اختلال اساسی روح خیش را بشناسی، نیازی به دانستن تمامی تبعات این اختلال نداری. این موضوع را با یک مسئله تبدیل نکن. البته نفس دوست دارد تو این موضوع را به مسئله‌ای تبدیل کنی. نفس همواره چیزی را می جوید تا بتواند خود را به آن بچسباند و از آن تغذیه کند. بدین سان نفس خود دروغین را فربه می کند. نفس همیشه خود را به مسئله های تو می چسباند. به همین دلیل بخش عمده احساس بیشتر آدم ها از خود مستقیما با مسائل و مشکلاتشان ارتباط دارد. وقتی این آدم ها می خواهند از مسائل و مشکلاتشان رها شوند، احساس می کنند که از خودشان جدا می شوند. آنها برای درد و رنج های خود سرمایه گذاری ناآگاهانه نفسانی بسیاری کردند. بنابراین به محض فهمیدن ریشه ناآگاهی خود که همان یکی انگاری خود با ذهن است، از ناآگاهی بیرون میایی. البته به یاد داشته باش که ذهن شامل عواطف و احساسات نیز می شود. با بیرون آمدن از حوزه ناآگاهی حضور پیدا می کنی. وقتی حضور پیدا کردی می توانی ذهن را به حال خود بگذاری بدون آنکه درگیر آن شوی. ذهن فی النفس خطاکار نیست. وسیله است شگفت و لازم. خطا آنجاست که تو آن را خود تلقی می کنی. اینجاست که ذهن به نفس تبدیل می شود، نفسانی می شود و آنگاه ارباب وجود تو می شود. پندار باطل زمان را کنار بگذار. ظاهراً جدا کردن خود از ذهن ممکن نیست. ما کاملاً غرق ذهن شده ایم. چگونه می خواهید پرواز کردن را به ماهی بیاموزید؟ کلید اینجاست. کنار گذاشتن پندار باطل زمان. زمان و ذهن جدایی ناپذیرند. اگر زمان را از ذهن بگیری، ذهن متوقف می شود، مگر آنکه تو بخواهی از آن استفاده کنی. یکی انگاری خود با ذهن افتادن به دام زمان است. وسواس زندگی کردن در خاطرات گذشته و امیدهای آینده. این وسواس حسرت گذشته ها و دغدغه های آینده را می آفریند و تو را نسبت به زیستن در لحظه مغتنم حال بی رغبت می کند. این وسواس به آن دلیل زاده می شود که گذشته به تو هویت می بخشد و آینده به تو وعده کامیابی و رستگاری می دهد. هر دوی اینها پندار باطلند. اما بدون احساس زمان چگونه می توانیم در این دنیا زندگی کنیم؟ بدون احساس زمان دیگر هدفی باقی نمی ماند که برایش بکوشیم. در این صورت دیگر حتی خودم را نیز نخواهم شناخت، زیرا این گذشته من است که مرا کسی می کند که اکنون هستم. من فکر می کنم زمان چیز خوبی است
و ما باید یاد بگیریم از زمان عاقلانه استفاده کنیم و آن را هدر ندهیم. زمان اصلاً چیز خوبی نیست، زیرا پنداری است باطل. آنچه را که تو خوب و با ارزش می‌دانی زمان نیست، بلکه چیزی است بیرون از زمان، لحظه حال. لحظه حال است که واقعاً ارزش دارد. هرچه بیشتر معطوف زمان شوی، گذشته و آینده، از لحظه حال دورتر می‌افتی. لحظه‌ای که ارزشمندترین موهبت الهی است. چرا لحظه حال تا این اندازه ارزش دارد؟ ابتدا به دلیل آنکه لحظه حال تنها چیز موجود عالم است. لحظه جاودانه حال فضایی است که زندگی واقعی تو در آن همچون توماری باز می شود. لحظه حال تنها چیزی است که تغییر نمی کند و همیشه لحظه حال می ماند. زندگی در لحظه حال اتفاق می افتد. هرگز زمانی نبوده است که زندگی تو در لحظه حال نباشد و هرگز زمانی نخواهد بود که زندگی تو در لحظه حال نباشد. دوم که لحظه حال تنها امکانی است که میتواند تو را از حصار ذهن بیرون ببرد. لحظه حال تنها چاره تو برای دست یافتن به بی‌زمانی و بی‌شکلی است. قلمرو هستی. ورای لحظه حال چیزی وجود ندارد. آیا گذشته و آینده به اندازه لحظه حال واقعیت ندارند؟ آیا گذشته و آینده در بعضی مواقع واقعی‌تر از لحظه حال نیستند؟ به هر حال گذشته است که ما را شکل داده و اندیشه و رفتار کنونی ما را ساخته است. هدفهای آینده ما هستند که اعمال ما را در لحظه حال تعیین می‌کنند. تو هنوز معنای سخن مرا نگرفته ای، زیرا می‌کوشی آن را با ذهن خود بفهمی. ذهن نمی‌تواند این نکته را بفهمد. تنها تو می‌توانی این نکته را بفهمی. لطفاً فقط گوش بسپار. آیا هرگز چیزی را بیرون از لحظه حال تجربه، فهم و یا احساس کرده ای؟ آیا فکر می‌کنید هرگز بتوانی چیزی را بیرون از لحظه حال تجربه کنی و یا بفهمی؟ آیا ممکن است چیزی بیرون از لحظه حال اتفاق بیفتد؟ پاسخ معلوم است. اینطور نیست؟ هرگز چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده است. همه اتفاقات در لحظه حال میافتد. هرگز هیچ اتفاقی در آینده نمیافتد. همه اتفاقها در لحظه حال میافتد. آنچه را که گذشته میخوانی چیزی نیست مگر رد پایی از خاطره ها که در ذهن انبار شده است. چیزی که زمانی لحظه حال بوده است. با به یاد آوردن گذشته در واقع اثر خاطره ای را در ذهن فعال میکنی و این کار را در لحظه حال انجام میدهی. آینده نیز چیزی نیست مگر لحظه حال خیالی. آینده فرافکنی ذهن است. وقتی آینده فرا میرسد به عنوان لحظه حال فرا میرسد. وقتی درباره آینده فکر میکنی در لحظه حال است که به آن فکر میکنی. گذشته و آینده واقعیتی مستقل ندارند. همانطور که ماه هیچ نوری از خود ندارد و تنها نور خورشید را منعکس میسازد. گذشته و آینده نیز انعکاس کمرنگ نور، نیرو و واقعیت لحظه جاودانه حالند. واقعیت گذشته و آینده عاریتی است. آنها واقعیت خود را از لحظه حال قرض کردند. معنای سخن من با ذهن فهمیده نمی شود. به محض آنکه معنای سخن مرا بفهمی، آگاهی تو از ذهن به هستی و از زمان به حضور منتقل می شود. آنگاه ناگهان احساس می کنی که همه چیز زنده است و از خود انرژی صادر می کند. آنگاه سرچشمه گرفتن همه چیز از هستی را تجربه می کنی. کلید در بعد معنوی انسان. در شرایط اضطراری که جان ما به خطر می افتد، انتقال آگاهی ما از زمان به حضور در لحظه حال خود به خود اتفاق می افتد. هویتی که گذشته و آینده‌ای دارد به طور موقت عقب می نشیند
و جای خود را به حضور در لحظه حال می دهد. در این شرایط هر واکنشی که لازم باشد به طور طبیعی و خود به خود از تو سر خواهد زد. این واکنش ها از آگاهی تو در لحظه حال سرچشمه می گیرند. دلیل اینکه بعضی از آدم ها خطر کردن را دوست دارند همین است. مانند صخره‌نوردان، قهرمانان مسابقات اتومبیل رانی و غیره. خطر کردن آنها را به لحظه حال می کشاند. گرچه ممکن است آنها خود دلیل ماجراجوییشان را ندانند، خطر آنها را به لحظه حال می کشاند و از بند زمان، دغدغه ها، حسرت ها، فکرها و مشکلات رها می کند. آنها احساس می کنند برای لحظاتی توانستند بار هویت و شخصیت را زمین بگذارند و سبک شوند. در آن لحظه های حساس و پرمخاطره اگر آنها حتی 1 ثانیه از لحظه حال بیرون بروند، ممکن است جان خود را از دست بدهند. بنابراین در لحظه حال میمانند. اما برای حضور در لحظه حال لازم نیست از صخره‌ای بلند بالا بروی و یا در مسابقه پرخطر اتومبیل رانی شرکت کنی. تو می توانی همین حالا در لحظه حال حضور پیدا کنی. از زمانهای دور آموزگاران بزرگ معنویت به لحظه حال به عنوان کلیدی برای باز کردن در بعد معنوی انسان یاد کردند. علی‌رغم یادآوری آن بزرگان، این نکته به عنوان رازی نهفته باقی مانده است. بدیهی است که مضمون ژرف این نکته اساسی را در کلیساها و معابد آموزش نمی‌دهند. اگر به کلیسایی بروی میشنوی غم فردا را نخورید، زیرا فردا غم‌های خاص خود را دارد، یا کسی که به عقب می‌نگرد شایسته ملکوت آسمان‌ها نیست. یا ممکن است درباره گل‌ها بشنوی که آنها دغدغه فردا را ندارند و با دل آسودگی در لحظه بی زمان حال زندگی می‌کنند و از دست خداوند روزی می‌خورند. کمتر به ژرفای این سخنان توجه شده است. کسی توجهی ندارد که این سخنان را باید زندگی کرد. کسی توجهی ندارد که فهم عمیق این سخنان می‌تواند موجب دگرگونی بنیادی روح شود. تمامی حقیقت زن در لحظه بر لبه تیغ لحظه حال نهفته است. چنان با تمام وجود حضور پیدا می‌کنی که دیگر هیچ مشکلی، هیچ درد و رنجی و هیچ چیزی که وجود حقیقی تو نیست نتواند در تو باقی بماند. در لحظه حال، در لحظه غیبت زمان، همه مسائل و مشکلات تو محو می شود. رنج محتاج زمان است. نمی تواند در لحظه حال دوام بیاورد. یکی از استاد بزرگ طریقت زن برای اینکه توجه شاگردان خود را از زمان منصرف کند، اغلب انگشت نشانه خود را بالا می گرفت و می پرسید در این لحظه حال چه چیزی کم است؟ پرسشی گزنده که برای آن نمی توان پاسخی در ذهن پیدا کرد. زیرا این پرسش توجه تو را عمیقاً معطوف به لحظه حال می کند. یکی دیگر از پرسش‌های بنیادی طریقت زن این است: اگر حالا نه، پس کی؟ لحظه حال محل توجه عرفان اسلامی نیز بوده است. مولانا میگوید صوفی ابن الوقت است. همین عارف بی همتا در مثنوی خیش میگوید که گذشته و آینده پرده و حجاب خدایند. باید گذشته و آینده را آتش بزنی تا همنشین لب و آواز خداوند شوی. هست هوشیاری ز یاد ما مضا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو تا به کی، پر گره باشی از این هر دو چون نی. تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. در جای دیگر میگوید که همنشین گروهی برگزیده بودم که مراقبه میکردند و از ذهن خود دروغین جدا شده بودند. در آن لحظه حال بود که از زمان رستم. زمان جوان را پیر می کند و ضد تراوت و شادابی است.
همه تلوین‌ها و دردها و رنج‌ها از زمان برمیخیزد. اگر از زمان رهایی پیدا کنی، از تلوین‌ها و درد و رنج‌ها رها می‌شوی. اگر از گذشته و آینده بیرون بیایی، محرم آن بیچون و بی شکل و بی زمان می‌شوی. ساعتی با آن گروه مجتبی، چون مراقب گشتم و از خود جدا. هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان. جمله تلوین ها ز ساعت خاسته است، رستن از تلوین که از ساعت برست. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. مایستر اکارت، عارف بزرگ مسیحی نیز میگوید زمان همان حجابی است که مانع رسیدن نور خداوند به ما می شود. در راه رسیدن به خدا هیچ مانعی صعب العبورتر از زمان نیست. دسترسی به نیروی لحظه حال. لحظه پیش وقتی درباره جاودانگی لحظه حال و وهمی بودن گذشته و آینده سخن می گفتید، من داشتم از پنجره به آن درخت وسط حیاط نگاه می کردم. من آن درخت را قبلا هم بارها دیده بودم، اما این دفعه آن را کاملا متفاوت می دیدم. این دفعه برگهایش را پر رنگتر و زنده تر می دیدم. گویی بعدی تازه به ابعاد درخت اضافه شده بود. نمی توانم این بعد تازه را توضیح بدهم. نمیدانم چطور، اما نسبت به حقیقتی نامشهود در درخت آگاه شده بودم. روح درخت را می دیدم. به طریقی من هم پاره‌ای از این روح بودم. حالا میفهمم که تا کنون آن درخت را ندیده بودم. فقط تصویری یک بعدی و مرده از آن داشتم. حالا وقتی به آن درخت نگاه می کنم، چیزی از آن آگاهی را در خود احساس می کنم. اما این احساس را نیز دارم که آن آگاهی فرار است و از چنگم می گریزد. می بینید؟ این تجربه به گذشته عقب نشینی کرده است. آیا تجربه هایی از این دست ناپایدار و گذرایند؟ تو برای لحظه ای از زمان رها شده ای. تو به لحظه حال منتقل شده ای و بنابراین درخت را بدون حجاب یا صافی ذهن دیده ای. در آن لحظه آگاهی از هستی بخشی از فهم تو شده است. با تحقیق بعد بیزمانی دانایی دیگری پیدا می شود. دانایی که روح چیزها را نمی کشد. روحی را که در همه چیز و همه کس حضور دارد. دانایی که قداست و راز زندگی را ویران نمی کند. به همه چیز و همه کس عشق می ورزد و برای هر آنچه که هست احترام قائل است. دانایی که ذهن درباره آن چیزی نمی داند. ذهن نمی تواند درخت را بفهمد. ذهن فقط اطلاعاتی را درباره درخت می داند. ذهن من نمی تواند تو را بشناسد. ذهن من فقط می تواند برچسب‌ها، قضاوت‌ها، اطلاعات و نظرها درباره تو را در خود انبار کند. فقط هستی است که بیواسطه می شناسد. ذهن ابزاری است مفید. فایده ذهن در حوزه زندگی روزمره و عملی است. با وجود این وقتی ذهن بر همه جنبه‌های زندگی تو چیره می شود، از جمله رابطه تو با آدم‌های دیگر و طبیعت، هیولایی مزاحم می شود که اگر مهار نشود زندگی را به نابودی می کشاند و با نابود ساختن زندگی خود را نیز می کشد. تو برای لحظه‌ای تجربه کرده ای که چگونه بیزمانی می تواند بنیاد فهم تو را دگرگون کند. اما یک تجربه کوتاه کافی نیست. مهم نیست که تا چه اندازه زیبا و عمیق بوده است. آنچه که لازم است و موضوع مورد بحث ماست، مقیم دائم شدن در حرم آگاهی است. بنابراین الگوی کهنه و نخنمای نفی لحظه حال و مقاومت در برابر آن را در هم بشکن. وقتی به فکر کردن درباره گذشته و آینده نیازی نداری، توجه خود را از آنها برگیر. تا جایی که مقدور است از بعد زمان خارج شو. اگر نمیتوانی به طور مستقیم به لحظه حال وارد شوی، به میل ذهن خود نگاه کن
که چگونه دوست دارد از لحظه حال فرار کند. خواهی فهمید که آینده همواره در نظرت بهتر یا بدتر از لحظه حال است. اگر این آینده خیالی در نظرت بهتر بیاید، به تو امیدهای لذت بخش می دهد. اگر این آینده خیالی را بدتر از لحظه حال تصور کنی، دچار دغدغه و اضطراب می شوی. هر دوی این تصورات وهم محضند. از طریق مشاهده خیشتن حضور بیشتری پیدا می کنی. به محض آنکه در میابی که حاضر نیستی، ناگهان احساس می کنی که حاضر هستی. اگر بتوانی شاهد ذهن خیش باشی، دیگر به دام ذهن خیش نمیافتی. عنصری تازه وارد زندگی تو شده است. عنصری که در ذهن نیست. عنصر حضوری مشاهده کننده. به عنوان تماشاگر ذهن خیش حاضر باش. تماشاگر افکار، عواطف و احساسات و تماشاگر واکنش‌های خود در موقعیت‌های گوناگون. حداقل به همان اندازه که به شرایط خود توجه نشان می‌دهی، به واکنش‌های خود نیز در این شرایط توجه کن. ببین ذهن تو چگونه مدام به گذشته یا آینده می‌خزد. آنچه را که مشاهده می‌کنی مورد قضاوت و یا تجربه و تحلیل قرار نده. افکارت را مشاهده کن. عواطفت را احساس کن و واکنش‌هایت را ببین. از آنها مسئله نساز. تو به زودی چیزی را احساس خواهی کرد که از همه اینها نیرومندتر است. حضوری مشاهده‌گر و آرام که ورای محتوای ذهن نشسته است و تماشا می‌کند. باید در شرایطی که موجب برانگیختن واکنشی عاطفی از جانب تو می‌شود، حضور پررنگ داشته باشی. مانند شرایطی که کسی باعث می‌شود تا تصویری که از خود ساخته‌ای مخدوش شود. در چنین شرایطی تو می‌ترسی و دست به هر کاری می‌زنی، غلط از آب در می‌آید و یا عقده‌ای که از گذشته‌ها در دل تو مانده است سرباز می‌کند. در این شرایط دوست داری ناآگاه باشی. واکنش تو یا احساساتت بر تو غلبه می‌کنند. تو عین واکنش خود یا احساساتت می‌شوی. ادا در می‌آوری، توجیه می‌کنی، خطا می‌کنی، حمله می‌کنی، دفاع می‌کنی. اما تو نیستی که این کارها را می‌کنی، بلکه الگوی واکنشی توست. ذهن است که از روی عادت می‌خواهد خود را حفظ کند. یکی انگاری خود با ذهن به ذهن انرژی می‌دهد. مشاهده ذهن انرژی ذهن را می‌ستاند. یکی انگاری خود با ذهن احساس زمان را شدیدتر می‌کند. مشاهده ذهن پنجره‌ای وجودی تو را به سوی بعد بی‌زمانی باز می‌کند. انرژی که از ذهن ستانده می‌شود به حضور تبدیل می‌شود. وقتی احساس کنی که حضور داشتن چه معنایی دارد، آنگاه به راحتی هر زمان که بخواهی و نیازی به زمان نداشته باشی، می‌توانی از زمان خارج شوی و در لحظه حال زندگی کنی. این کار توان تو را برای استفاده از زمان، گذشته و آینده کاهش نمی‌دهد. در مواقعی که به زمان نیاز داری، می‌توانی به آن رجوع کنی و از آن در امور عملی زندگی خود بهره مند شوی. این کار توان تو را برای استفاده از ذهن نیز تضعیف نمی‌کند. در واقع تواناتر نیز خواهی شد. وقتی تو ارباب ذهن خود باشی، ذهن تو شفافتر، تیزتر و متمرکزتر خواهد بود. خلاص شدن از زمان روانی. یاد بگیر تا زمان را فقط در موارد عملی زندگی روزانه خود به کار بگیری. می توانیم این زمان را زمان ساعتی بنامیم. اما پس از استفاده از آن در این موارد، بلا فاصله به آگاهی لحظه حال برگرد. به این شیوه دیگر زمان روانی که یکی انگاشتن خود با گذشته و فرافکنی مدام خواهش‌ها به آینده است، در تو انباشته نمی شود. زمان ساعتی فقط قرار گذاشتن و یا تنظیم برنامه سفر نیست. زمان ساعتی شامل درس گرفتن از گذشته برای عدم تکرار اشتباهات، تعیین هدفها و گام برداشتن به سوی آنها نیز می شود. پیشبینی آینده بر اساس الگوها
و قوانین فیزیکی و ریاضی و غیره و نیز یادگیری از گذشته و تدارک عملکردی درست بر اساس پیش بینی ها نیز بخشی از کارکردهای زمان ساعتی است. اما حتی در اینجا در حوزه زندگی عملی، جایی که نمیتوانیم بدون رجوع به گذشته و آینده کاری انجام بدهیم، لحظه حال از اهمیتی اساسی برخوردار است. هر درسی که از گذشته میگیریم مربوط به لحظه حال است و در لحظه حال به کار گرفته می شود. تنظیم برنامه‌ها و تعیین هدف‌ها و عمل کردن برای رسیدن به هدف‌ها نیز در لحظه حال اتفاق می‌افتد. مرکز توجه آدم روشن شده همواره لحظه حال است. با وجود این، آنها در حاشیه نسبت به زمان نیز آگاهی دارند. به تعبیر دیگر، آنها از زمان ساعتی استفاده می‌کنند، اما از زمان روانی آزاد و رهایند. این نکته را خوب به خاطر داشته باش. مبادا زمان ساعتی را به زمان روانی تبدیل کنی. برای مثال، اگر در گذشته مرتکب اشتباهی شده ای و از آن اشتباه در لحظه حال درس میگیری، میتوان نتیجه گرفت که از زمان ساعتی استفاده کرده ای. از طرف دیگر، اگر در ذهن خود مدام درگیر اشتباه گذشته خود هستی و خود را سرزنش میکنی و گناهکار میدانی، میتوان نتیجه گرفت که تو من را با آنچه از آن من است اشتباه گرفتی. تو آن اشتباه را به پاره‌ای از هویت خود تبدیل کرده ای و در زمان روانی ساکن شده ای. چون این هویت حقیقی تو نیست. عدم بخشش به طور ضروری در بردارنده بار سنگین زمان روانی است. اگر برای خود هدفی تعیین کنی و برای دستیابی به آن هدف بکوشی، در واقع از زمان ساعتی استفاده کرده ای. تو میدانی به کجا میخواهی بروی، اما در عین حال لحظه حال را مغتنم میدانی و آن را مرکز توجه خود قرار داده ای. اگر به حد افراط روی هدف خود متمرکز شوی و این کار را برای دستیابی به خوشبختی، کامیابی یا رسیدن به احساسی کاملتر از خود انجام بدهی، میتوان گفت که لحظه حال را مغتنم ندانسته ای و آن را از کف داده ای. تو لحظه حال را به وسیله فرو کاسته ای برای رسیدن به آینده‌ای که ذاتاً واقعیت ندارد. تو زمان ساعتی را به زمان روانی تبدیل کرده ای. حالا دیگر سفر زندگی تو یک ماجرای هیجان انگیز نیست، بلکه حرصی است برای رسیدن، برای به دست آوردن، برای داشتن و بیشتر داشتن. تو دیگر توان استشمام رایحه گلهای کنار جاده و دیدن آنها را نداری. تو دیگر توان دیدن معجزه و زیبایی زندگی را نداری. تو حضور نداری تا ببینی و بشنوی و زندگی کنی. تو در لحظه حال نیستی. من متوجه اهمیت لحظه حال هستم، اما نمیتوانم حرف شما را که میگویید زمان پنداری باطل است را قبول کنم. وقتی من میگویم زمان پنداری باطل است، منظورم اظهار مطلبی فلسفی نیست. من فقط یادآور این حقیقت ساده هستم. حقیقتی که چنان بدیهی و آشکار است که به دشواری آن را میفهمی و شاید هم آن را بی‌معنا بدانی. اما اگر آن را خوب درک کنی، چنان تیز و بران است که بندهای همه مسئله ها و مشکلات تو را میبرد. بگذار تکرار کنم. لحظه حال تمامی دارایی توست. زمانی وجود ندارد که زندگی تو در لحظه حال نگذرد. آیا این موضوع حقیقت ندارد؟ احمقانه بودن باورمندی به زمان روانی. اگر به ظهورات و جلوه‌های گوناگون زمان روانی نگاه کنی، بی تردید متوجه می‌شوی که زمان روانی چیزی جز بیماری نیست. برای مثال، زمان روانی خود را در ایدئولوژی‌های مانند مارکسیسم، سوسیالیسم اجتماعی، تعصبات و خشک مغزی‌ها که فرض می‌کنند فضیلت چیزی است که در آینده به دست می‌آید و بنابراین
هدف وسیله را توجیه می کند بروز می دهد. هدف یک ایده است، نقطه‌ای در آینده. نقطه‌ای که حاصل فرافکنی ذهن است. نقطه‌ای که در آنجا می توان به خوشبختی دست یافت، کامیاب شد، به عدالت و آزادی و غیره رسید. در بیشتر موارد وسیله هایی که برای رسیدن به این هدف ها انتخاب می کنیم خودشان به اسارت، شکنجه و نابودی آدم ها در لحظه حال تبدیل می شوند. برای مثال در روسیه، چین و کشورهای دیگر بیش از 50 میلیون انسان کشته شدند تا آرمان کمونیسم تحقق پیدا کند، تا دنیایی بهتر برای آدم ها فراهم آید. این فقط یک نمونه است. نمونه از این که چگونه باور به بهشت آینده می تواند دوزخی را در لحظه حال بیافریند. آیا تردیدی هست در این نکته که زمان روانی یک بیماری ذهنی جدی و خطرناک است؟ این الگوی ذهنی چگونه در زندگی تو عمل می کند؟ آیا همواره می کوشی که در جایی غیر از جایی که هستی قرار بگیری؟ آیا بیشتر کارهای تو وسیله‌ای هستند برای رسیدن به هدفی؟ آیا شادی‌های تو چیزهایی دم دستی هستند؟ مانند لذت‌های زودگذر، سکس، غذا، مشروب، مواد مخدر یا هیجانات و شلوغ و پلوغ کردنها؟ آیا همیشه می‌خواهی چیزی بشوی یا به چیزی برسی؟ آیا فکر می‌کنی که اگر بیشتر داشته باشی کامیابتر خواهی بود، بهتر خواهی شد و از نظر روانی وضعی بهتر خواهی داشت؟ آیا منتظر کسی هستی که پیدا شود و به زندگی تو معنایی ببخشد؟ در حالت عمومی، حالت یکی انگاری خود با ذهن، حالت روشن ناشدگی آگاهی، قدرت و توان بی انتهای خلاقیت آدمی که در لحظه حال نهفته است، توسط زمان روانی مدفون می شود. آنگاه زندگی تو از شور، شوق، سرزندگی، تراوت و احساس حیرت تهی می شود. الگوهای کهنه فکرها، عواطف، رفتار، واکنشها و آرزوها در تکراری بی پایان ظاهر می شوند، به تو هویت می بخشند، اما واقعیت لحظه حال تو را دفن می کنند. آنگاه ذهن دل مشغول آینده می شود و از لحظه حال نادلچسب می گریزد. دید منفی و درد و رنج ریشه در زمان دارند. اما باور به این که آینده بهتر از حال خواهد بود همواره پندار باطل و بی اساس نیست. لحظه حال ممکن است لحظه وحشتناکی باشد و ممکن است اوضاع در آینده بهبود یابد که معمولاً چنین نیز می شود. معمولاً آینده کپی گذشته است. ممکن است تغییراتی سطحی اتفاق بیفتد، اما دگرگونی بنیادین زندگی تو منوط به آن است که تصمیم بگیری در لحظه حال حضور پیدا کنی و با کمک گرفتن از نیروی لحظه حال گذشته را محو کنی. آنچه را که تو آینده می‌خوانی چیزی نیست مگر بخش جدایی ناپذیر آگاهی تو در لحظه حال. اگر ذهن تو باری را از گذشته ها به دوش می‌کشد، این بار در آینده سنگین‌تر خواهد شد. گذشته خود را به واسطه فقدان لحظه حال زنده نگه می‌دارد. کیفیت آگاهی تو در لحظه حال است که آینده تو را شکل می‌دهد، آینده‌ای که بی تردید به عنوان لحظه حال تجربه خواهد شد. ممکن است ناگهان صاحب 10 میلیون دلار شوی، اما این تغییر سطحی خواهد بود. تو باز هم بر اساس همان الگوهای شرطی شده عمل خواهی کرد، البته در شرایطی تجملاتی تر. انسان توانسته است اتم را بشکافد. به جای کشتن 10-12 نفر با یک چماق چوبی، او اکنون میتواند با فشار دادن یک دکمه میلیون ها انسان را بکشد. آیا این توانایی نوظهور یک دگرگونی بنیادی است؟ اگر کیفیت آگاهی تو در لحظه حال است که آینده تو را شکل می دهد، پس آنچه که کیفیت آگاهی تو را در لحظه حال شکل می دهد کدام است؟ میزان حضور تو.
بنابراین تنها جایی که دگرگونی بنیادی و حقیقی رخ می‌دهد و گذشته محو می‌شود، لحظه حال است. تلمبار شدن زمان روانی موجب به وجود آمدن همه نگرش‌های منفی به زندگی و نفی لحظه حال است. ناراحتی، اضطراب، تنش‌ها، فشارهای عصبی، نگرانی، همه شکل‌های ترس، معلول وفور آینده در ذهن و کمبود لحظه حال در توست. احساس گناه، حسرت، سرزنش خود، غم و اندوه، تلخکامی و همه شکل‌های عدم بخشش خود معلول وفور گذشته در ذهن و کمبود لحظه حال در توست. پس بسیاری از آدم‌ها نمی‌توانند باور کنند که می‌شود از همه نگرش‌های منفی نسبت به زندگی خلاص شد. این خلاصی مرتبه‌ای از رهایی است که همه آموزه‌های معنوی به آن اشاره کردند. این وعده رهایی است، اما نه وعده خیالی در آینده، بلکه وعده‌ای برای اینجا و لحظه حال. ممکن است پذیرفتن این نکته برای تو دشوار باشد که تمامی مشکلات و درد و رنج‌های تو زاده زمانند. تو معتقدی که مشکلات و درد و رنج‌هایت معلول شرایط خاص زندگی توست. از نظرگاهی شایع این نکته درست به نظر می رسد. اما اگر عملکرد مشکل آفرین ذهن را نادیده بگیریم، وابستگی ذهن به گذشته و آینده و نفی لحظه حال، مشکلات و درد و رنج‌ها جابجا می شوند، اما تمام نمی شوند. اگر امروز همه مشکلات و درد و رنج‌های تو به طور معجزه آسا برطرف شود، اما تو در لحظه حال حضور پیدا نکنی و آگاه‌تر نشوی، خیلی زود خود را با مشکلات و درد و رنج‌های مشابه روبرو خواهی دید. آنها همچون سایه تو را دنبال می‌کنند و به هر جا که بروی با تو می‌آیند. در نهایت یک مشکل بیشتر وجود ندارد: ذهن وابسته به زمان. نمی‌توانم باور کنم که می‌توانم به نقطه‌ای برسم که از همه مشکلاتم رها باشم. حق با توست. تو هرگز نمی‌توانی به چنین نقطه‌ای برسی، زیرا تو همکنون در آن نقطه هستی. در زمان هیچ رهایی وجود ندارد. تو نمی‌توانی در آینده آزاد باشی. حضور در لحظه حال کلید آزادی توست. بنابراین تو فقط در لحظه حال است که می‌توانی آزادی را تجربه کنی. پیدا کردن زندگی در زیر لایه وضعیت زندگی. نمیدانم چگونه میتوانم در لحظه حال آزاد باشم. من معمولاً از زندگی خود در لحظه حال خوشنود نیستم. این یک واقعیت است و اگر من به خود بباورانم که آنچه که در لحظه حال میگذرد خوب است، فقط خود را گول زدم. زیرا میدانم که چنین نیست. ذهن تو اسیر زمان است و تو فکر میکنی که ساکن لحظه حال هستی. ممکن نیست همزمان ناشاد و ساکن لحظه حال باشی. آنچه را که تو زندگی خود میخوانی چیزی نیست مگر وضعیت زندگی تو. وضعیت زندگی تو زمانی روانی است، گذشته و آینده. حوادثی در گذشته زندگی تو رخ داده است که تو دوست داری آن حوادث اتفاق نمی افتادند. تو هنوز در برابر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است مقاومت می کنی و اکنون در حال مقاومت کردن در برابر چیزی هستی که هست. این امید است که تو را نگه داشته است، اما امید همواره متوجه آینده است. این توجه مداوم به آینده موجب نفی لحظه حال می شود. با نفی لحظه حال است که احساس ناشادمانی می کنی. درست است که وضعیت کنونی زندگی من معلول اتفاقات گذشته است، اما وضعیت کنونی زندگی من وضعیت کنونی من است و همین وضعیت است که مرا ناشاد می سازد. وضعیت زندگیت را چند لحظه فراموش کن و توجه خود را به زندگیت معطوف کن. چه اتفاقی دارند این دو؟ وضعیت زندگی تو
در زمان وجود دارد. زندگی تو در لحظه حال می‌گذرد. وضعیت زندگی تو ساخته و پرداخته ذهن توست. زندگی توست که واقعی است. پیدا کن در تنگی را که به زندگی منتهی می شود. این در لحظه حال نام دارد. ممکن است وضعیت زندگی تو مالامال از مشکلات باشد. بسیاری از وضعیت‌های زندگی چنین است. اما ببین آیا در لحظه حال مشکلی داری؟ نه در فردا و یا 10 دقیقه بعد، بلکه در لحظه کنونی. آیا در این لحظه مشکلی داری؟ وقتی زندگی خود را پر از مسئله و مشکل می‌بینی، دیگر جایی برای تازه ها باقی نمی‌گذاری که بیایند و در تو جای بگیرند. کلید حل مشکلات در دست تازه هاست. بنابراین هر وقت مجالی دست داد، جایی برای تازه ها باز کن. فضایی تا بتوانی زندگی خفته در زیر لایه وضعیت زندگیت را پیدا کنی. از حواس خود به طور کامل استفاده کن. در جایی که هستی باش. به پیرامون خود نگاه کن. فقط نگاه کن. تفسیر و تعبیر نکن. نور را ببین. شکل‌ها و صورت‌ها را ببین. رنگ‌ها را ببین. حالت‌ها را ببین. نسبت به حضور ساکت و خاموش همه چیز آگاه باش. نسبت به فضایی که همه چیز را در خود جای داده است آگاه باش. به صداها گوش بده. آنها را مورد قضاوت قرار نده. به سکوتی که زیر لایه صداها پنهان شده است گوش بده. چیزی را لمس کن. هر چیزی را که می‌خواهی آن را احساس کن و هستیش را تایید کن. ریتم نفس‌های خود را مشاهده کن. هوایی را احساس کن که داخل ریه‌های تو می‌شود و دوباره خارج می‌شود. احساس کن انرژی زندگی را که در درون بدن توست. بگذار همه آن چیزهایی که در درون و بیرون تو هستند همچنان که هستند باشند. بودن همه چیزها را بپذیر. به ژرفای لحظه حال فرو برو. تو اکنون دنیای مرده مفاهیم ذهنی را پشت سر گذاشته‌ای. دنیای زمان را. تو از ذهن حماقت پیشه بیرون آمده‌ای. ذهنی که انرژی حیاتی تو را می‌مکد و تو و جامعه و زمین را مسموم می‌سازد. تو حالا از خواب زمان بیدار شده‌ای و لحظه حال را لمس کرده‌ای. همه مشکلات توهم ذهن است. احساس می‌کنم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده است. احساس شفافیت می‌کنم، اما مشکلاتم برجا مانده‌اند و انتظار مرا می‌کشند. اینطور نیست؟ آنها حل نشدند. آیا این گونه نیست که من فقط به طور موقت آنها را نادیده گرفتم؟ اگر همین لحظه تو را در بهشت گذارند، طولی نمی کشد که ذهن تو به تو می گوید خب که چه؟ من از حل مشکلات سخن نمی گویم، بلکه از این سخن می گویم که هیچ مشکلی وجود ندارد. فقط وضعیت‌های زندگی که می توانی در لحظه حال با آنها مواجه شوی و یا آنها را به عنوان پاره‌ای از بودن لحظه حال بپذیری و بگذاری خود به خود تغییر کنند و یا در وقت مناسب حل و فصلشان کنی. مشکلات ساخته و پرداخته ذهنند و برای بقای خود به زمان نیاز دارند. آنها نمی توانند در واقعیت لحظه حال باقی بمانند. توجه خود را به لحظه حال معطوف کن و به من بگو در این لحظه چه مشکلی داری؟ پاسخی نداری. زیرا وقتی توجه خود را کاملا به لحظه حال معطوف می کنی، مشکلی باقی نمی ماند. آری، فقط وضعیتی باقی می ماند که تو می توانی آن را بپذیری و یا آن را برطرف کنی. چرا این وضعیت را به یک مسئله یا مشکل تبدیل می کنی؟ اصلا چرا چیزی را به یک مسئله یا مشکل تبدیل می کنی؟ آیا زندگی همانطور که هست
به اندازه کافی چالش آفرین نیست؟ چه احتیاجی به مسئله ها و مشکلات داری؟ ذهن تو مشکلات را دوست دارد، زیرا مشکلات به تو هویت می‌بخشند. این موضوع طبیعی است، اما عقلانی نیست. معنای مسئله یا مشکل این است: تو در وضعیتی ذهنی قرار گرفته ای و در لحظه حال نمیخواهی اقدامی بکنی و یا نمیتوانی اقدامی بکنی تا از این وضعیت بیرون بیایی. اما به طور ناخودآگاه این وضعیت را به پاره‌ای از احساسی تبدیل میکنی که از خود داری. چنان غرق وضعیت زندگی خود میشوی که حس زندگی را از دست میدهی و بودن خیش را احساس نمیکنی. یا اینکه بار احمقانه صدها مسئله مربوط به آینده را در ذهن حمل می‌کنی و از تمرکز به روی لحظه حال و کاری که می‌توانی در این لحظه انجام دهی تفره می‌روی. وقتی برای خود مسئله‌ای می‌سازی، درد و رنج می‌آفرینی. تو به یک تصمیم ساده نیاز داری. به خود بگو مهم نیست که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. من تصمیم گرفتم دیگر درد و رنج بیشتری برای خود نیافرینم. دیگر برای خودم مسئله نمی سازم. همین تصمیم ساده بسیار تاثیرگذار و سازنده است. میدانم از این تصمیم ساده نیز عاجزی. تو وقتی این تصمیم ساده را میگیری که از درد و رنج خود به سطوح آمده باشی و راه نجاتی بجویی. راه نجاتی در کار نیست مگر در لحظه حال و با نیروی لحظه حال. اگر برای خود درد و رنج نیافرینی، برای دیگران هم درد و رنج نمی آفرینی. دیگر زمین زیبا را آلوده نمی کنی. دیگر فضای پاک درون خیش را مسموم نمی کنی. دیگر روح دیگران را با نگرش منفی و مسئله ساز خود آزرده نمی کنی. اگر وضعیت پرمخاطره مرگ و زندگی را تجربه کرده باشی، میدانی که این وضعیت برای تو یک مسئله یا مشکل نبوده است. در این وضعیت ذهن مجال آن را نیافته است که ادا و اطوار در بیاورد و آن وضعیت را به یک مسئله یا مشکل تبدیل کند. در یک وضعیت اضطراری و پرخطر ذهن متوقف می شود. تو با تمام وجود در لحظه حال حضور می یابی و قدرتی شگفت و بی انتها وجود تو را احاطه می کند. دلیل این که بعضی از آدم‌های معمولی به یک بار توان آن را می‌یابند که دست به اعمال قهرمانی شگفت بزنند همین است. در هر حال شرایط اضطراری، شرایط مرگ و زندگی هرگز به مسئله و مشکل تبدیل نمی‌شود. بعضی‌ها عصبانی می‌شوند وقتی می‌گویم که مسائل و مشکلات وهمی‌اند. من با این حرف خود تهدید می‌کنم تصویری را که آنها از خود ترسیم کردند. آنها زمان زیادی را برای ترسیم این تصویر از خود سرمایه گذاری کردند. آنها ناآگاهانه سالها هویت خودشان را بر اساس دردها، مشکلات و مسائلشان تعریف کردند. بدون اینها آنها چه کسی خواهند بود؟ بسیاری از حرفهایی که آدمها میزنند و یا کارهایی که میکنند برخواسته از ترس است. ترسی که ریشه در آینده و گریز از لحظه حال دارد. همانطور که در لحظه حال مسئله و مشکلی وجود ندارد، ترس نیز وجود ندارد. اگر مقیم لحظه حال باشی و وضعیتی خاص پیش بیاید، کنش تو شفاف، صریح و برخاسته از آگاهی نسبت به لحظه حال خواهد بود. چون این کنشی نافذتر و مؤثرتر خواهد بود. کنش تو واکنشی نیست که ریشه در شرطی شدنهای گذشته ذهن تو داشته باشد، بلکه پاسخی است خودجوش به وضعیت حال. اگر می‌خواهی با ذهن اسیر زمان خود به این وضعیت خاص پاسخ بدهی، بهتر آن است که کاری نکنی و روی لحظه حال متمرکز شوی. جهشی کیهانی در مسیر تکامل آگاهی. من به طور مبهم منظورتان را از رهایی از ذهن و زمان فهمیدم، اما گذشته و آینده چنان قوی‌اند که نمیتوانم برای مدتی طولانی آنها را از خود دور کنم. آگاهی اسیر ذهن در روح بشر لانه کرده است و قصد بیرون رفتن ندارد. اما کار ما در اینجا بخشی از دگرگونی بنیادی است
که در آگاهی جمعی این سیاره و فراسوی آن رخ داده است. بیداری آگاهی از خواب ماده، صورتها و جدا انگاری خود از همه چیز و همه کس. خاتمه دادن به زمان. ما داریم الگوهای ذهنی را می شکنیم. الگوهایی که سالیان سال است بر انسان حکومت می کنند. الگوهایی که درد و رنجهای بسیاری آفریدند. این الگوها همان شیطان هستند، اما بهتر است آنها را ناآگاهی و حماقت بنامیم. در هم شکستن ناآگاهی و حماقت، آیا این چیزی است که ما باید انجام بدهیم یا خود به خود اتفاق می افتد؟ منظورم آن است که آیا این دگرگونی اجتناب ناپذیر است؟ این موضوع به دیدگاه تو بستگی دارد. انجام دادن و خود به خود اتفاق افتادن هر دو یک روند هستند. زیرا تو با تمامیت آگاهی یگانه هستی. بنابراین نمیتوانی این دو را از هم جدا کنی. اما تضمینی 100% وجود ندارد که بشر بتواند از عهده این کار مهم برآید. این کار روندی خود به خود نیست. همت تو بخشی از این روند است. با وجود این روند جهشی کیهانی در مسیر آگاهی انسان است و تنها شانس انسان برای بقاست. شور و سرمستی هستی. برای اینکه بدانی آیا تحت سلطه زمان هستی یا نه، معیاری ساده وجود دارد. از خود بپرس: آیا در آنچه که انجام می دهم شادمانی و روشنی و سبکبالی احساس می کنم یا نه؟ اگر چنین احساسی نداری، بنابراین زمان حجاب لحظه حال تو شده و تو زندگی را باری بر دوش و کاری پرمشقت احساس می کنی. اگر در آنچه که انجام می دهی احساس شادمانی، روشنی و سبکبالی نداری، این بدان معنا نیست که ضرورتاً باید کار خود را تغییر بدهی. فقط کافی است که کیفیت و چگونگی کار خود را دگرگون کنی. کیفیت همواره مهمتر از کمیت است. ببین آیا می توانی توجه خود را به نفس کار و نه به نتیجه‌ای که از کار می‌گیری معطوف کنی؟ توجه خود را به چیزهایی معطوف کن که لحظه حال را در اختیارت می‌گذارد. این بدان معناست که تو توان پذیرش آنچه که هست را نیز داری. زیرا ممکن نیست توجه خود را به چیزی معطوف کنی و در عین حال در برابرش بایستی. به محض آنکه لحظه حال را مغتنم می‌شماری، همه ناشادی‌ها و حرص زدن‌هایت به پایان می‌رسد. آنگاه زندگی شادمانه در برابر چشمان تو گشوده می‌شود. احساس سبکبالی می‌کنی. وقتی خواستگاه عمل تو لحظه حال باشد، هر کاری می‌کنی سرشار می‌شود از احساس فضیلت، توجه و عشق، حتی کارهای ساده روزمره تو. بنابراین دغدغه نتیجه عمل خود را نداشته باش. توجه خود را متوجه عمل خود کن. نتیجه خود به خود به دست خواهد آمد. این تمرینی معنوی و بسیار مؤثر است. در بهاگوادگیتا، یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین کتاب‌های آموزه‌های معنوی جهان، انقطاع از نتیجه عمل را کارما یوگا خوانده است. در این کتاب درباره انقطاع از نتیجه عمل به عنوان کرداری قدسی سخن گفته شده است. وقتی که از شدت گریز از لحظه حال کاسته می شود، شور و مستی هستی به همه کارهای تو جاری می شود. به محض آن که توجه تو به لحظه حال معطوف می شود، حضوری را احساس می کنی، سکوتی را، آرامشی ژرف را. دیگر برای کامیابی و رضایت در بند آینده نخواهی بود. رستگاری خود را به آینده موکول نمی کنی. بنابراین دیگر وابسته نتیجه ها نیستی. نه شکست و نه موفقیت هیچ کدام قدرت آن را نخواهند داشت که حالت درونی وجود تو را تغییر دهند. تو زندگی را زیر لایه وضعیت زندگیت یافته ای. با غیبت زمان روانی خود تو از هستی معنا می‌گیرد، نه از گذشته شخصی تو.
بنابراین نیاز روانی این که کسی بشوی غیر از آن که هستی ناپدید می شود. در جهان در سطح وضعیت زندگیت ممکن است ثروتمند، دانشمند، موفق و یا آزاد از این و آن بشوی، اما در ژرفای وجود خود در لحظه حال کامل هستی. در آن مرتبه احساس کمال در لحظه حال آیا قادر خواهیم بود هدفهایی را در دنیای بیرونی تعیین کنیم و به سوی آنها گام برداریم؟ البته که قادر خواهی بود، اما دیگر توقع بی اساس آن را نداری که در آینده با هر چیز و هر کس برخورد می‌کنی تو را نجات دهد و یا موجب شادی و خوشحالی تو شود. تا آنجایی که به وضعیت زندگی تو مربوط است، چیزهایی است که می‌توانی آنها را به دست بیاوری. این دستیابی‌ها در دنیای صورت‌ها اتفاق می‌افتد، دنیای به دست آوردن‌ها و از دست دادن‌ها. اما تو در ژرفای وجودت با هستی پیوند داری، کامل هستی. وقتی این حقیقت را خوب بفهمی، آنگاه کارهایت سرشار می‌شود از بازیگوشی، شادمانی و انرژی. با رهایی از زمان روانی دیگر با تردید، تزلزل، ترس، عصبیت، ناخشنودی و میل به کسی دیگر شدن به سوی هدفهایت نمی روی. دیگر ترس شکست خوردن مانع عمل و اقدام تو نمی شود. نفس شکست را نابودی خود می پندارد. وقتی احساس خود را از هستی بگیری، وقتی از شدن رها شوی، دیگر شادمانی هایت و احساس خود تو به نتیجه ها وابسته نخواهد بود. بدینسان از ترس رها خواهی شد. دیگر در جایی که ثبات و عدم تغییر وجود ندارند، طالب ثبات و دوام نمی شوی. در دنیای صورتها، دنیای سود و زیان، دنیای تولد و مرگ، دیگر توقع نداری که وضعیتها، شرایط، جاها و یا آدمها مدام تو را خوشحال کنند. بنابراین اگر شادت نکنند، آزرده خاطر نخواهی شد. تو حضور همه چیز و همه کس را مغتنم می‌دانی، اما در بند هیچ چیز و هیچ کس نمی‌مانی. صورتها به دنیا می‌آیند و می‌میرند، اما تو متوجه آن بی صورت جاودانه‌ای که در ذات همه صورت هاست. حالا می‌دانی که آنچه که واقعیت دارد هرگز مورد تهدید قرار نمی‌گیرد. نه خوفی تو را در بر می‌گیرد و نه حزنی. وقتی این حالت ملکه وجود تو شود، چگونه ممکن است موفق نباشی؟ تو پیشا پیش موفق شده ای.